واشین بی تو محترم مردمته و تنها کلاتی چه رخشان چه هماکن کلا چه جای دیگه که این قوم بی تنها کلاتی که هنگه باچکو در اختیار همین خانوادهان بارانزه ای کلن هسته همین یکی کلان به برکت همین گوهار منی به خاطرش که از اول تا آخر تهی نشت حتی یا ادعایش که اطلقی هست که ما اول که ما به تکرار راستی داد هم یک طولی بی این طول پروشتگا کپتگا حمد گونیش جیره کو دادگاه و مادگاه این چیزا برای شیکه کو وقت رد کلا و دو اتاق آیی پیت زمانه بستگد دو این اتاقان سه اتاق دیگه در کنارش بس کشتی چی بینید لوگ هرچی اداره گونی ادتن که آثار باستانی و آثارش گوشی نشی آثار منی و تیگه بابا بوند که بود پروشته آیش ما چی کنی ترکی نکو تا آخر تا زمانی که دیگه پادایه بریم مشکل بود چون منزلی گپتگی دیگه تا شهری منزلی هم گپتگه برای چون نهد که دیگه تهنکا زندگی کنگوله بانه چوک نشاران بود ولی هنگه در تصرف همایی چوکانه ای کنه برخلاف نبو ایده بله واج تیمور خان پانه چوکن شهران نره یک را بابا مولد را همیشه را بله آخه بله آخر را که هیچ صورتن نکو بله دو تا هسته نظام یک بله پاس یک مولد همود همیشه حتی کارانش کو ما بر از دوار غذای چیز آماده بوده ما بوپ بیبی دیگه آشنایت رفت آمدش تدگوم خانوادگی ما برته آخر را بابا همه مولد آخر هموده مجبور بود دیگه مردم که پادات مکه مجبور بود آخر چوک نشارم بود گوشتش که تو که ایده ببین ایده برا ما مشکله نو یک مدتی نگهبانی شده چوکم برای ای چوکو نشار بودیم برای آ چوک نشار حاضر نهد که او دو ویل بکن کلن گوشی من از روچی که تولد بودم الان هم 80 سال انتو تا همین جاگاه بودم من این جاگاه ویل نکرم آخر مجبور بود بردش گناه بردش پیش از وفاتی بردش پدر بیبی لوگی در جوانی وفات کرده بود ها هاو بی... هاو هاو نام علی محمد بودم و پیر که نام بیر بودم من نوشروان گوشتی که آی لوگی من نوشروان چوک درست گوشتی جای شیران طولک نبندم یک بیتی همیشه یک شعر که ورد زبانیت تا تاج بیبی مهراب خانی بدسته همه ضرب المثل ایجاد باز وشکن شعر کویت همیشه همه چیز تا ذهن من هم چند شب پیش هم ده نستتا منگو باره من واج تیمور خان جوست کنم و هم ده بودن تو واجو بی بیام تو همه شهرها و ضرور دانتی منگو باره همشیت که الان شما رو جوست کو نه بابای بیبی منی ناکوزت بوده حقی من ناکوزت بوده مرحوم محمد مرخانی اولین چوک همشی بوده دومی هم جنینی بوده که هنگه هست و حیاته و سومی به همه خان بوده که پدا آین مات وفات کرده همه آخرا دیگه سانگ کن دزک امیر حسینی چوکی بیتی که در اثر تصادف هم پدا وفات که همید که ما کراچی دی کراچی نیتی هم در سویده تی ببخش چنی مرحوم 67 محمد داد تیمور خان 67 داد 67 سوید تو چی 67 امیر حسین 67 جینم کراچی بیتا گو 67 67 گل وفات کرد ها گوشم ما حالیش که تصادف
در اثر تصادفی در راه واش زاهدان 2 نفر به یکی پروا نبی، یکی آیی گردن صدمه گندی جا به جا وفات کرد. سلام و درود دورجان عزیز و شهد به دیوان بخشش من نوکی شما رو دی. سلام و درود و درهبات پاکین واجه ها بزرگان عزیزان واجه ها که هستن، واجه تیمور خان، باسل جان، تو، مهرداد، زبیر، مهیم، حسن و عزیز بزرگوار دادیار، دوستاد شاهو، زبیر و بلوچ. حالا یک نام گیر باز با جهل برس من چکامو که مریض احوالو زکی کن کاری گوارت ما سرهور بود یک 30 ثانیه متاسفانه سلمان وارد مروچم دوار کپته بودم یک واحد یحتو مهداد تمام دعوت کن دردسر و چیتون نتونت بیاین گلاشون گوش دارن شبران شما رو واجد تیمور خانه میدونم که موفق و معید بیده خدمت شما هست. تو به 2 میلیمتر حور مریض بوده درجا. واجه هر چه پیری دیگه همین گفت سن که 350 مردم هنچ نه من دانه من چوکامو که کوه بودن زکی و زهگا بعد همه اصل تیم کوه هم سرد بود اونو من کوته چیزی هم گونه حتمی کوته به اصطلاح رسمی بقول باسه جان کوت شخصی دی من گونه Ruşek شی تنکت ممنوع تکوه کم احساس کو ما بکسر من دوشی ساعت 2 من پا دهتن تو ها گفت من درد کن تو من نوش که Walaç lavka sen آماده ای من جوسی چه واج تیمور کنم بلی زبط بیتین بله بله هستم ای بحث آزاد زبیر هر پیم بحث بیت ادا ضبط بند چه جن و ملاکتی و چه سیاسی و غیر سیاسی و اجتماعی هر پیم جست دوستان تاریخی کنند استاد عزیز هم چه استاد تیمور و دیگه سنگتانی که دام هستن واجانی که البته زانکارش هم باز این جال هم دوستان هستن هر پیم جست یا بری هست گفته کنن منتظر واج تیمور ببخش یک شما را آمادگی هستین من یه سوال زحمت پاسخ بده که میردوستین پرچه یتین مهراب خان برا بابت چه موضوعی کمک لوردیتین اگه ایشیا توانه مبسوط چه پچه زبط بگین سک مبسوط من واسه توضیح بده من باز منت بار بم میردوستین و بود سیادانی اڈکنه بابا گونه میردوستین وتی مردمانی گردی نمجه یکی میردوستین یکی میرشنبه این دو این واجه ها یک رندشان حکم بده، البته به تاریخ های مختلف. چون شنبه پیشرگینی بی بمی واجه ها شان حکم بده سر میرشنبه ها تا سرباز تا پارود تیگه ایدیم تا ایروکشان وقتی روت حکمی بی تو یت ایده گوشی که شما چه بکنی خبری نزونه تو همی دیگه بریده یعنی حکل کنه برو گم بو هنگو هیچ که خبری نزونه و رو تو عمود ایروکشان نندی چو ایروکشان سپیسر آیگون بی و این میرشنبه وجه میگو و می دپکوری براتانی پیر که نامی بی شنبه مرد نولات شنبه زی گوشی فلانی شنبه زی فلانی چیه شی واجه اصلی هم بریده ای بی بنیادی طور
و اما عین همین گپ برای میر دوستین هم تکرار بی، عین همین گپ. بلنوشی بند خدا آنگو دیگه این مدتان رسم راهی نبی که برود پدا بام و آنگران فعالیتی چی بکنه، ایشی هم حکمی وجه ما نیاره، هیچی دری کنشی یا نندی اگرنده. البته میر دوستین دوسته با حاکم بی، نه که ایشی که حاکم نبی، برای این رنده دری کنه آی رو پانه مهراب خانو در همه مجلس شعر و شاعری و یک گالی هست طبق همه گال هنچو عمل کن و آواجان کمک کنه. یعنی میر و دوستان میرسنی میرسن چوکه میر تیمور واج تیمور. من شجره ای باید در کلان که میر دوستینان دو بوده که بابا شی همی آخری میر دوستینه، اید میر دوستی همی آخری نه، چون یک میر دوستین پیسر هم بوده پیت میر عبدالکریم، یکی آیی بوده نه یکی شی بوده بچه که میر عبدالکریم هم پدا میر عبدالکریم دیریگه میر عبدالکریم آیی هم چوک میر دوستین بی. این میر دوستین پدی میر دوستینه که شما فرمایش کنید، سوال شما یکی نبی میر دوستینا حداقل من دو زانانه، ما روایتی هم زانان و تا کتاب هم نوشته که اگه مردم وش هرز بچاری تو کنچکاو بی گندیتش. مثلا میشنبه هیچ کس ندام، بالاخره ما درگه فقط گوشه شنبه زی ما درگه لات معتقدات که شی زمانی که عبدالله خان قاخار این ملکان گفته هر کجا ما بودی مردمانی هشته یا همایانی که با آیی همراه داریش کرده، جنگش نکرده، تسلیم بوده. گوشن که اولین روایت ایشی هست که چون آیه در ایروکسا چون یک گوشه ای بیده کسی نبوده، همه شنبه اول آی دیم داته به عنوان حاکم تا نه ما برچه ما درگه تا نه وجه شی بلیده ای بنیادی همه زمانی که بلیده ای 1823 میلادی به بعد حاکم این منطقه به با کشک ملک میرزا آیا این شنبه دیمده ایروکسا که آیی زاد او بادگان و شنبه ها پر دو سینه نه یکی، یعنی پیروک به نماسا و شکایی تا همین شنبه آخرگین که من الان کسی ارز کن من نظارم تی جواب گرگ بویا نه، من فقط شیطانم بوشم که آخری میر دوستی بیتا بنیادی نبوده بابا. واج تیمور چا اولی که میر بزردین بوده، میر بزردین دو چوک بوده، میر دادکریم و میرسن. میرسن چهار چوک بوده، یکی میر بزردین دومی که حاکم پیشین و با وکلات و اینگران بوده، یکی میر نوابی حاکم پارود بوده، یکی میر دوستینی حاکم سرباز کلات بوده، یکی هم میر شیرانی که بوده تومپین که ما شیرخانزایی های تومپ چیه. بعدا نو یه جنگ بر بلیده هم گو جدگالا همه زمانه گاه اتفاق کپی اگه من اشتباه کنم هم بگشت من اجاگای بانتا که میرنواب هم دا جنگ بی میرنواب چوک که بوده، میرنواب چوک یکی بی باشه بوده، یکی مولا میا بوده، یکی هم مولا میا و بی باشه و که نامی میریار محمد همایی این که آیار محمد دو زمین جته. بعد یه میرنواب همین میرنواب این که بودا جنگا جنگ بی یا نه دیگه میرنوابی بودا قصه تو من یالا همایی این چون که میریار محمد بودی پته خونخواهی اشتا که ایجتا آیار محمد دو زمین جتا. بعد یه واسه هم یه میردوستی اینه که ادا من جستکو یه میردوستی اینم بعد رنده دیگه میردوستی اینه یه تی. اول ما اصلاح کنم که یار محمد دوزهمی همین شاخه برجم میر دلوشی جم بابا
آن او کسی کن ها آن کسی درسته کن هیت او جنگ یت او ها ولی میریار محمد یه تیمی بوگه آکم بی میریار ها محمد تیمی نواب چوک که ها یک دو این نوابان بابا یک دو نبی این نوابان سه نواب به نام نواب و این جریان کسه این جنگ بین بریدهی و جدگالان شی درست زمان حکومت نارویان در بنپور بی همین آخرانی همه ببخشید آخران نه وسطان تو بگوشه بین محمد علی خانی زمانه و مهراب خانی زمانه اوایل بی تقریبا دو جنگ سه جنگ به یک که مامورای مالیاتی جدگالان جنه اول از اود شروع بی بلیدیانی دوم شان رمین که ما تکاس کنی آن شبیخون جنه سرش جدگالان شبیخون جنه همین کسین که تو بشه که چند میر نواب نواب جنگ آنکه بی نواب جنگ بی و بازن ادهی دگه سومی جنگ ایشی بی که آیا ای وحدی چونکه نو زمان طول کشی نه ای وحدی سردار حسین خان باری بی پدا ای آخرین جنگ حتی شان میریار محمدی آخری سردار حسین خان زمانک بیان زمانه که بی ها نو ای وحدی شان شنایم هم کمک لوگه بله پیششی که این مسئله چی بی شان لشکر کشن رمه گون نواب خان دوم شان سول کنه یعنی آن نواب خان دوم تا آن نواب خان اول این نواب ها همه نواب خانه بی تو بچه ایشی طول کشی ولی شیرانی که وانه هر کجا که به نفع جدگارانه آنه شیرانه او ده که به نفع بلیدهی و ناروی لشکره شیران نوانه همین جست یک بند خدای گوشی من از جند مولا کمالان شاعر جست کو گوشی با نوسندی من جواب ده خب ما زانن دیگه همه احساس جدگال بودن و ندارم منطقه بودن این شیران سه برای آوده که جنگ بودگه نماننتی یعنی دشتیاری شاعران نمانتا نه راسکی آمانتا نه دشتیاری آمانتا و همین شعر من اشکتا متاسفانه من گار کرده ویدی ولی تمام مدارک کراچی من بود که جماعت در آدم شد صوت گار کرده همین شعری جندم هسته او که جدگار جنگ بوده آیی نمانه شعر و ایشی میر عبدالکریم یا میر دوستین شان زمانه نویشی پدی زمانه بی بابا شی 140 سال و 130 سال ایدیمه میر عبدالکریم و میر دوستین اول آیا کهنین گپه بابا آیان تاریخ دیرتره حتی همین شنبه سوم که ما کسی اول کو همین شنبه محمود کشک بی بلیده یان لشکر بیامود کشک بی دشتیاری در همین جنگ تو از تیم من جواب که باز من و ایشانی شجره گومه هسته بلیده یانی که تو فرمایشش کشانی که کامل گومه هسته هم نوشته خلیفه داد محمد گومه هسته الان چوک نماسگانی خوشبختانه ادامه هم چیزایی نوشته اخیرا هم بر من رسده به اضافه یک مرد به نام پیشینی که اصلی بر مرسام به اشکنک کتابی نوشتگی کلن که بحکی همشانی اه، اه، باچکو ریشه و جست ایره پی دی ایفی بر من دیم داده ما حکی هنگه نتوانتا کامل بوانانی داری بیارم اگر اشتباه مکنم این جوان نام محمد بره پیشن نندوکی درست آجا بچه که
تقریبا 1-2 ماه پیش گومنی تماس گه همه اوت کتاب حالی من دام من گو بابا تو گره این کتاب چونکا به من رسیتن کنه گوشتی ما پی دی اف کرده پر تو پی دی اف دی میده و دی میداده بله ما هنگا نمانتا و لحظه دیگه جست پدی من کو در مورد بلوچستان بازیان مختلف این بازیان ای وحدی همه مرد گلایش همه بارا تحقیق کرد بلوچستان چه بازیایی بوده کو کجی و ایدگر و آدگر و همه بارا تحقیق کن من هم جست پده کن هر کجا که من هم سعی کن که مثلا شیشمه ملک چی چونکا بودا گومن گو که من گلایشم ما هم مرز همت بر راه که چی شر کاره بابا هر چی تو واق بکن شره ببینی اشکال همشی گلایش ایمدی همه چیزی که یک دورند من برات وجه عزیز دادیار هم از ما لوٹتگد من لوٹان که آیه ای خوشخبری هم بدهیم که یک ورنایی که چما انرژی گشتره گلایشند و ما هم در کنار آیی هر وقت آیی سوالی ببید که یک مسئله آب ملکان دیگه ببید و ای سرامون زمین دیگه نامی هستی و ما گلاش گونه همکاری کنیم من تمامش منت واج تیمور یه دیگه براتون گپی هستیم ما در خدمت شما باشه ببخشید ما شما سر درد یا نه بابا ما و تا در مورد جست هر نوع جست متعهد زانا آنچه که بزانم آنچه که بزانم متعهد زانم و یک دو گال چه هما شعری که جدگال جنگ بودگه ته همه شعر هورکا ملا کمال که حسین خان ناروی ندانه چانا بیهیال کن و سهروی ندانه چانا ولی آ شعر دیگه شعری بچه آ شعر دیگه شعری فقط همه یکین گالن در حالی که حسین خان ایده هور نبوده هیچ سردار حسین خان ناروی ایده هور نبوده آ دیگه گپی دیگه دندی بوده من تمام وچه که با هوای ورنک کنگ و بنگن سهرو و دوگش مندلا زنگن. تا ایده تا همین شعره وجه بل او دک سهرو او دک گوشی باه سهروان فراموش کن هیچ ربطی به این گله شعری نیست سهرو هم فراموش کن. اصلا استاد حسین عزیز شیخ ایرانیه سردار حسین خان آ سپر اصلا خون نبوده آ سپر همین سپری بوده که بلیده ای جنگ بوده که بخاطر نه کله راه دهن پا آیا که میانگو. آه آه کله راه دارین دیگه گفته شام شبی خود ده شام شب رفته که سرش اولش عهد ماچکو در حالت مذاکره و چی بوده که شب رفته که سرش حقیقت داستان شد بوده و چیزی که تی عزیز و یک دو تا از براتا یک دو که من خواهش کو که من کمک کنم همین بازی ها ما الان تکرار کو که این چیز یک ورنای گلاییشه بابا و گما هم بری شور و مشورت هم کنگه من و ندیسته پا منی اش کنک جوانی وقت جوانی انرژی که من و تو کماش پیری نه در سر تو پدا ملک نه وقت ملک تو هم برو دید گرانگو جست پد کن تحقیق بکن جوانی کم سنی مجه کم ما سن نه ولی خب ما اشکتا ورنای بل من نزانم نه حدودا در چه سنی گمه ارتباط ها وجه گمه ارتباط ها استاد عادل شعر ایرانی هستیم ولی همیشه این کمالان وانتا ای و هستن.
نه کمالا نمانتی اما کمالا نمانته. نه ای منو گرنه. این شعر و باد جاگا هسته اصل همانی گرایش گاروی آی نه کمالا وانت نه غلام قادر غلام قادر چطور نمانته شده؟ یا نداتگش یا ندانم دلیلی من ندانم حتما ولی کامل نبید. اگه کامل بیتی گروان تایتشتون چیزی خب کم کس. بود که کامل هم بل من زانم که تقریبا یک 60-70 گال نوشتگی منی دست کپتگه بابا کراچی هم 60 70 بیت استاد واجد تیمور 60 70 بیت. ها؟ بیت بله تمام این مدارک تک ما ایر کرتی یا جا امانت کرتن تو آیا ندانتک شد عامی مردم ته ندانتک شد واجه پد سلام. چرا یه شعران درسته که بخشش مش تاریخ، بله پهک شعران اعتبار تاریخی نیست. و چی که مش موقع گندی هنوز شعران که جنا یه شعران بسلا مستقل چه اطلاعات شاعر نه، مستقل چه تأثیرات محیطی ها شاعر نه، مستقل چه تعلقات منطقی خانوادگی یا طایفی شاعر نه، بنابراینشان تحت تاثیر قرار گرفت. مثلا دو طایفه جنگ بیتگن آزمانه یک حتی شعر بسته که ارتباطات گوی یکی که طایفه بیته و طبیعیه که آیوتی طایفه ها جهل نیارتن نه روی حساب شما باید بچارین طبیعتا شما چون مکتوب تاریخ به صورت نیستین، یه شعرم بخشی که تاریخ ماه ولی به عنوان سورس تاریخی، منبع تاریخی قوی، فقط به یک شعر استناد مکنی، بلکه چه منابع مختلف، چه اشعار مختلف، چه قدیمی مردمان مختلف آوان هم مردم باید بچاری تو بعد دیگه نتیجه گیریه بکن تو ممکنه اعتبار گیشتر بی برا برداشته ما کاملا موافقم این گپ درست انتی بابا کاملا درسته هیچ زیاده گویی بوده گلوف بوده بله با این قسمت گپ تو من موافقم بله آن رویداد بوده نه آن رویداد بوده چوش یک نوع روایتی که نشان دن که این چیز بوده این عمل بوده حالا چونکا بوده ایده دیگه هنچو که شما فرمایش کنی تهی گلوبم ها تهی ایرجنگم ها تهی برزیارگم ها این درسته شعر این دیگه ما در قالب یه شعری باید بچارنیم. شعر همیشین همه جای دنیا هم میبردن شعر فکت تاریخی نه. واجه ببخشید شعرنا در تاریخ دیگه یعنی 100% صحیح نه، یا موافق بیشتر یا مخالفه. موافق اقرار دکتر، مخالفه هم دیگه یرجع تا زانه بی طرف 100% بی طرف نه بیشتر تاریخ دیگه به نظر من. منتها رو واجد تیمور باز باشین سرگوشت تا ما رو گوشت. البته جلام چهار بازی دوستی هستن که دوستی پرچه لوٹن بیان بوزا دست چست بکنن دوستی هستنش اگر نه جلاب لکن تو سات تیمور چه واجه عزیزه هر سنگتی دیگه بر بزیرشون. سلام درود بر آباد دیوان. یه واجه عزیز دادیار شعرم دادشاه کتاب دو که هست موجوده
کجا شعر گوشه رگان؟ همه داشته شهر. داشت دیگه داشت شعر یک اسطوره مزنین طبق بلوچان شهر بله کجا دستیابه باز وانک بیتا چه بازی شاعران چه دوی نیمگان بله. لیک داود عزیز مبارکی همی واجه میش می استاد یه نه دیگه عزیزی. جی ها رقم استادی بله بله. منصور یه چت خصوصی ها ایدشی همی کلاب هاوسی بیل پردانی من و تو چت کردن دیگران تو نه یعنی بیش کنه اینا فقط خصوصی. فقط ونم بگین دینتی که بچی رکای رابطه و تعادل هوار کرده بله نش کنه نه فقط هوارم بینش موار راد و الا بینش مواتش کنه وکی یعنی من تو عبار کردن دیگری نیش کنی تو هیچ که. نه نه پاکا حیالت راحت مگر اینکه یکی گوشی تبزوره گوش بداره دیگه چوش نمون ما جیارتا همی باره مگه بر چطور کنیم در جوست کنیم. نه هیچ پریشان بود مثلا تو بجان سر پروفایل من آخرین نفری که هوری هبر کرده هو شام بوده مشخصه و چشه ما بود که هبر کرده بله ده منی یک علامت هم پیام نک پیام که جای پیام یه علامتی ها نی نزان هیچ که خبر نکتم شک آنلاین هم من سنگ تو بیلو همشان تن پیش دارید بستگش کسی خبر نکن. کولج انگلیزشن garbage and dross دور دیگه لوٹن تی 10 کلیک کنشانو چوشان بداریان چو شهر پیامی که تا لوٹه پدا او ده جالا ترش تو کی دور ده دلیت یا نام چه چیزی هستین شن باز کار تقریبا دو سه صفحه شان چو میگه تگم هنی بره بیوده نوک چی نیاد که نوکی آپدیت نیاد که بیتنه بیتا هنی که و جدید این دیگه پیدا پا ما سنگ ساری مار بیتا پا پیسر میگن یک خورده بیتا هن 500 اما پالو برام بله بهتر بوده همیدی یک آپدیتی داتی نو تو توانی بزانی سنگتان تا کجا دیوانش دگه و بعدش هم سر همی که زربینه که نجنی سر زربین جنی یدگه کره همون سر پیش داری نو سری کره بجنی تمام اتاقانی که در حال هبر کنگه شان په پتو پیش دار ردیب شکه همو ده بجوز ای هنی حال بیتا هو آده ها آپدیت کارم سور کنی دوان دانلود کنم برای سر کجا کره کجا کره نوشید چه نه اه هست صبر یه لحظه که تو که موقع یای ته حال هوه خوب همه جهلک یکی همی دوارو که یکی همی زربین همی اکسپلوره تب بل ننوشته تو همی تو اما زربین اما اما ما چی گوشه که علامت زنگی کنار عکس نه مردم نه وقت نه همه جهلک پایین صفحه زربین نی یا سرچ دواری از کلمت سرچ 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 بله ها سرچ ها ها همین سرچه خوب همین سرچه که جنی تو سری نو دیگه چیزه یاری پتو پیش داری خب دینده که شانه بله ها چیه مثلا یاری یالا نوشته که فلان مثلا کس در اد کرده تیم اد کنه اد بک نه 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 شی نه آی تو رابطه قسمت بینه همه find friend جستجوی دوستان برزا عمود برزا لکتا find تا همه chat or in more بله بله ها ها کره جا دی کره زمین نه ها دیست ها درسته حالا اوه سگ شهر من دنبالم گشتم هر شی باد همیشه بیته اگه
که گلو مردم پانچ مچیانه په کنی فعالین اتاقان نیم گندی کنی. نیم 500,000 تو مشکل تر محل کو 500,000 تو میدم. یکی داوتی گوشی تازی سایت روچین جدی تازی طلبان در هر دو سوی ایران و پاکستان سرکوب شدند. تازی طلب چوکانم ما رفتیم اومدن من گفتم وهاب خبر کند وهاب شولی بور وهاب گوشی بابا جان یه جن چوک مردم تازی طلبه گوشی ها تازی طلبه دیگه تروریسته گوشتان دیگه بحث بیته دوتا. مرداد تا یعنی خاموشه دیوان داری بکن کمو که منی بیواد انت نگوش ما گونون البته عنديش واقع متور ورد ايش كنت ميابرا من ترى واجب بريجي اه لأنه دان منصور واجه زولا وان كتابوتي نا أصلا قش من مني قوت خراب من قوتي واشنات كمش من قد ما هي يوم سرجنو نواني نواني بزن قولا أمشي صدق بري ما كمش ما بحث آزادش کو هاروت ماروت جن جاتو همشانه işte. O benim haberi Zubair bin Ali dergi yaptı. Cennet Cahtu من ندانم که درگه بس yani چی نوید پدا تاریخ بلوچستان دی تا رندگی نتایش کتا یا دیگه قابلیت این اضافی کرده بل من نزن مش معرف بگوشون یا مگوشون بگوشون پیتنا باز چیز سبو شهر تو بگشت بچه در رنده که یکی سیگه بیگوش و پلانی ماره نگوشت جار چون نکنیم بل دیگه نگوشم مثلا ایتا ته دیوان شما نشتی هبر کنگی مثلا من همه ته همی کلاب هاوس تو همی تواره پدگه کسی دیم بدم يعني هناك هم تا كلاب هاوس جن هناك مثلا برون واتساب اینگو آنگوری مثلا به عنوان تواربندی تو طرف بیت کلاب هاوس گوش بداره بلکه من اما نگوشم شو نپر نکنم سر سلکت کنه نه او بوشی ها دیگه هم چی گفت دیگه من گشتر نگوشم دیگه په شیری پینه بو که بلا ببین نو یکی نام یک گیرک ببو نو در جا برو ای کار بکن نو همه تواربند دیگه مدن تا دیگه پسات چه سبو چاشی کلن کلاب هاوس وقت لانه چیوشن جاسوسی کدوو کی جاسوسی به کنگه یکی ابران بلوٹه پا یکی دیگه دیم بده گرانچوش همی کار بکن راحت اشتاک درو کارون سهولت دیگین بله هنچو بید که آکم مسترند برزاند آنی ابرانو که گوات مات ننده ابر کنه آب ننده کلاب آو سبر بکنه یکیشون توکا بپوتری ابران هنچو دیم بدن پا یکی ساکشار برنامه آنه کار دکنه زمین هن آوادی یکی چیرکایی یک دروگی بست یا کاری کد تو کس ای نبید کم که سوشل میدیا وشان آت کن تو سلام این بالا از کجا شد سلام وره زویر ناکو دنیا همیشه شامل تنها شش ما واب شتون چه گراهی من داشت و زویر یک کلاب هاوس نام من عوض کنی بلا نسبت مورخان دانه یت ناکو عزیز دیگه که جورج هم کماشی شینام بطاک هاوس یکنی مش دارک
دکتر ما هرچی دعوتنامه تو واسه راه دا بیا بیا من بیا بیا واب تو کپتم، نیاری چطور کنم من کنی؟ واب کپتم، من به خدا واب کپتم. اصلا پدر من استاتم هندی بابا، اصلا دنیا دیگه دنیایی. واجه همیشه چی کنه بتا کوسا نام عوض کنه. منصور تو چیه بشه؟ برابر ہیں دکتر واقعی یعنی یک براهی تو انویتیشن انوایت جی تو نرو. ما بخشید دکتر جان، من منالش می haber واسطات کن haber کن پیل کرد. Somla tehna işte naku. Tem buna bu gar korta tu borza ga tate kayet pesara. Gorja kush me data me futbol çarta pesara. Pada man yahatun man ya بعد از فوتبال من گندین نواری چیره. پدا من گندین شد پدش. من پکه توضیح ده. دیگه چی بگوشی مهم نیست. قربانو. همیشه. پدا من شاهد گرگ بودم. چون من هیچ سینه من چی شاهدم. نو مثلا به سیاسی مردم یه حتی گراهی هم گویم والا من تعجبم به خدا. پچوش ما گریبه سگ گریبه ما سگ گریبه درت پوچم بعض کاره ازم درت پوچی بعض کاری کیه ازم در این حد دیگه زانت مردم هنچین دیگه زندگی ندارم. بازی سنگت دکتر من اسمس دا که ما سردرد اگه تنظان چشن ایشن های گوٹیا پاچ کن پلانی گوانگو مگه مای داگا ویل بکنه دکتر دا یه گوٹیا بازی دا نشته ما ویل کن گلا کنن شی نه تو کوٹیا پاچ کن دکتر شما شاری ما کوٹی پاچ کنو همشین نه ما واب شدم باور کنه واب شدم بودم زن لالایی کم بخت بازی بریم هنچ واب رو مردم نه جی دکتر ابرام یه جان. کیسه یا دکتر یه بر من کی هستی وقتم شده. ابراهیم یه لحظه من دکتر بازی ما اگه من یه بار بکنم بازی مرد بلکه بکندی نه من یک دو رنده مشته امارای شبتا رو گفته امارای سر صدا سک بازی نه من همی امارای تو بگو واب کپته گون و هر کس گورا یه بار کنو باور نکن چطور شدی یه سر صدا تو که مردم واب کپی تو هم مرچی همی ولا بودتا یه سر صدا تو که تو هم واب کپته این صدا نوی تزویر Zanashtra kavita avahari diwan baza doktora neshtaga maha neshtung gapa diwana maha waptu ma wap kaptu ma wap kaptu manchore telefon goshgara yara manchore Abdul Wase gushi Ibrahim to hech na goshaga shair ya baja man nam ga gush Ibrahim to shair ya baja gush haur shaira baja man jahser to choro mano doktor Abdul Wase وبدن دکتر هم واب کپ ما واب کپ تکون عبدالواسع همون نشته کن من چاره همین ابراهیم چو پترون بی هنگام من جه سرتون وابا چو گنو کو بیتون من یک بار سر تا گرد تا چو مر پا مکتون تو کام که فکر کتیم بلکه شو واب کپ تا گیچ نگوشگه همشه انتظانه ما وابق بردو پاد که نه بری نه چیزی اما دمانه ما عبدالواسع مدیر کو تو درات کو من درات کو بدن عبدالواسع کو دکتر مدیر کو تک نزانش تو رو کاوی در رنده نه من یه زمان فوتبال اون چهارتت که من مدیر بودم کره و اردن ما بس محکوم به فوتبال چهارک. جان واسه جان جان مانگو باستی و نکن باشه شما این که نصیحت کو عبدالواسع باستی و نکن آخر تودا ما تو گپ مجبور نکوتا بودم رفته اتاق برزه تو گپ ما نکوتا چاره بخشش نکن دیدیم زبایل گپ شان بیا اتاق ماتی پاچ خدمت کرده آن ما یاد ما پاک اتاق دوستان لولی بافر تر کرد خدا رفته توار بکنم برای نو گپ های تن سلامت باد برجان ارزینی فقط ما تکن برزگا استاد سلام پری یاد استاد کنم عبدالحمید ایش بی سرش پایه ما هرچی دعوت نامه را دا نه از کلته ها کوٹیا و یک تورنه کوٹیا اصلا نه استاد تو نی استاد ای لیتن شدت ترسی نی انگا استاد مواظب شدت ترسی اصلا جان پیل کر ندرو استاد حمید جان شدت ترسی گری بیای قربان شما پهکن. همیجه هم بیا برزا استاد پری تو هم بیا برزا استاد سلامت باد ایران استاد نژاد جان مرسی زبایل
ویزیا کپ کرد زبر مایک. بخشش ده مایکل جهتم استادیران نجات نزدیک نیم ساعت 1 ساعت هم ده جهلا بیت شما مدیراتنا یک دعوت نکو علامای نگیم ده نه دعوت میشه نکردم نوشته بودم از اول تا آخر ضبط نبود. 4 دقیقه پیش بودم وی چی واسه زبير والله وصل مطرح ما عمر ما واقف ما دیوان انی ضبط نوشت آزاد. زبير ما خطوط وهربان دي ديم ده تروح بس ده قصة تيمور اسمها وليد اسمها وليد ذاتي مايك ماشي ولا